سلام خوشبخت یک ویدیو امروز دارم با یک هشدار خیلی بزرگی داره، چون که ممکنه با دیدن این ویدیو خودتون رو خیس کنید. خوشگل میرم دوستان که گفتم ویدیو این یک ویدیو هست که ممکنه خودتون رو خیس کنید. خیس اصلا نظر میشه، خیس میشه خودتون رو توش کنید توی خودتون یا مثلا یه خیس دیگه. خب بریم ویدیو رو شروع کنیم. پسر الان برای من اینجوری که اگه یه چیزی اینجا روحی اینجوری بیاد چیکار میکنید؟ من dogs, a rabbit. Bye-bye. این خیس کردن از تر از راست ناموسم بکوزه روی سر صورتت تا 2 هفته پوش نمیره. I send you a message. I want not breathe. I come on, I think You're Russian. you have so cool. How I understand it? How I understand it? Russian has big guns. Russian handsome? Yeah. Russian Better than American. Exactly. خیلی دوستم با قوی و میگن که پایین چرا پارک کردی اسکو؟ آگه این وایسا بندازش زمین کسکو. حالا این یه الان میندازه از همون زایی شاش باید مینداختی دیگه. اختابوس دیگه واسه این دیگه نظر میدم، واسه این دیگه میخوام نظر بدم که این یک جمع میکنم نظرم بدم. خانم پلیسه رسمی علی من آمادم داداش. 3 2 1 گفتم با هم شروع می‌کنیم. باشه کنه باید به اون یکی بده. میگن که خواهش میکنه باید سفارش. این هیچی نیست. آره عمو اینا برای دایت هیچی نیست. یه شاه میتونه ملکه داشته باشه. تو رو با نیم لیتر عرق میشه داشت ملکه. این حق نگید دیسکارد. من با دیسکارد موافق نیستم. فرق تو با قابلمه چیه؟ ببین قابلمه درشو میذاره سرش، من سرشو میذارم دره. میگم اگه اومدم خواستگاریت میشه به جای گردنبند و علنگوی طلا بهت نقره بدم؟ چرا عشق مقام دوم آورده؟ قشنگ آجی دیگه استوب شد. آجی ناموسن اول بیان درباره اون مهاجره های فلسطین و غزه و این چیزا. آجی خودتون میدونید دیگه واسه ایران هم یه همچین اتفاقی افتاد دقیقاً 45 سال پیش. الان داره واسه لندن، اروپا، کلا کشورهای اروپایی، آلمان و این جور آجی جوری کردن مردمش کار کردن کل دنیا الان داره ازش متنفرن کل دنیا. مثلا یه لهستان هستش که کلا اصلا مهاجری رو قبول نکرده. حتی آلمان توی زمان اوکراین یا توی زمانهای جنگ مهاجرا یا پناهنده رو اینجوری قبول میکنه که پناهنده رو قبول میکنه، بهشون آب و غذا میده، بهشون حقوق میده تا مدتی، بهشون خدمات درمانی رایگان میده. ولی بعدش اینا میان سر کروشون سر میشن میگن فاک تو جرمنی. خودت یکی از کسایی که داشتن دیگه این ویدیو گرفته بود اونجا بگم. دومی آره همونی بود که دخترم میگفت که من ملکه هستم. میگم من اصلا به دیس دادن و مثلا به کسی دیس نمیدم مگر اینکه به اعتقادات و نظریات من توهین کنه با اون کامنت. منم نمیگم ولی عشق دلم وقتی کسی من مثلا میام بگم که من کینگ اینجا، من کوین اینجا، من کسکش اینجا، انتظار دیسم داشته باش. تو داری یه لگوی رو میگه که کل اونجا رو در بر میگیره. بخاطر دیس کردنم انتظار دیس کردنم داشته باش. بریم سراغ ادامه بدیم. خوشگلم میخواد استراک نزدیکه یه رفتم پاسپورت باید روژان $20 بهت میدم. اینو من اینو باخت کلشو
شاب یه جا تو خیلی بدم میگذاشت مادر دروغگو رو گایدم تا کسکش تولدم یکی نزدیکه دیگه هم این نایستم کسکش کارتوشی بهم میدی؟ ها؟ کیوی خر وقتی که شب خونه مام بزرگت میمونم یادت میاد لباس بیاری لباس مام بزرگت رو میپوشم اشتباهی فکر کنم پستون و مام بزرگتن توش جا مونده این روشین پوشی کسخل اول اونجا بعد از سرشون خونه سفید Bıdı batıyla شما heyvanat 18 ساله هستین حرفاتی ناموسن Köreği iyisin bilip kasa kasa gel ki bunlardan gene گفتم دیگه درک به نظرم کلان توی یک سال کار İtin میکنم kızı boynunsun sen. Hele دیرم بله یا پاکستانی یا هندیه این سه تا ویدیو رو نظر داشت باشم نظرمو بگم حاجی توتیش خورده یا پرند اوه ترمایی من ندارم من ترمایی ندارم زهر مار چطور دلت اومد پرنده رو بخوری؟ حالا ویدیو رو استاپ کنیم نظرمو تو درباره اونها که گفته آتی اولی همون دخترهای دبیرستانی بود شما زیر 18 سال هست این حرفا به توی خارج هم گفتنم گفته درست که اونا مثلا رابطه جنسی با توی دبیرستان های اسکول به زبان خودشون نمیدونن آتی این حرفا مثلا خیلی زشته نه بخاطر اینکه مثلا به خاطر دین و مذهبی و این چیزا نه دیگه زیر 18 سال مثلا من واقعا خیلی گفته یوتیوبر محترممون که خیلی هم ازش طرفدار میشد ستفندار خیلی هم دوستش دارم من اصلا با اهلیس کاری ندارم اهلیس عشقه اهلیس خیلی دوست دارم کارشونی مظلوم عشقه ولی با اون دوتای دیگه ها زمان خودش مثلا اومدن من اصلا وینی فن نیستم مثلا اونجوری نیستم که برنامه بلایند دیت و عشق اگه باورتون بشه یا باورتون نشه من فقط یه دونه برنامه بلایند دیت دیده بودم کنم قسمتیه که مثلا بلایند دیت وینی بود برای مثلا برنامه اینجا دوست ندارم چون دعوا میشه دراما هستش دراما رو من کلا دوست ندارم ولی وقتی یکی شکست میخوره زمین تو خوشحال میشی یه فرقی مثلا این کار خاصی رو انجام نده برنامه‌های دیگه بودن که سم خالص بودن داشتن به دام ضرر میرسوندن من کارما میخوره وقتی خودت من اینجوری بگم کارما اصلا این بخیر تو وقتی من خودم یک گوهی رو هستم من این گوه خوردم من این گوه انجام میدم نمیتونم بیام بگی این کسی که این گوه میخوره بگم این گوه نخور اینجوری بگم شما تموم کنم ماجرا بریم سراغ ادامه یه کاری خودت نکن بعد بگی یه نصیحت کن از شکستگی بگی اون کار بد داشت میکرد یا اون کارو نکن آتی پرده خودش سخت بمونده نوجه تنده گذاشتم کس کن چرا میخوری آخر سرم Say my name, baby. What's my name? Payback's last night. فکر کنم من همین منظوری خانمتون وقت نداشت جلو کار عذاب در میاد این بچه کشتی بلدپور از گرد داشت ایمده رو سرش بود آتی امکان نره وزن دو برابری اونو داری سه برابری اونو داری عضله سه برابری اونو داری رضا شیر مادر نان پدر آتی اینجا واقعا تکنیک از قدرت پیشی گرفت وقت ترش ژاپنی رو دوتا ایرانی انجام میدن آتی من این ترش خواستم انجام میدم و گوشی من نشد هر کاری کردم باید اینطوری بگیری فرشتری گوشی رو روشن کنی من هر کار کردم نشد میخواسته منم بذارم توی این یه دونه از بغل بگیر قشنگ همون شبیه اون حیران توی وینزدیش اسپریس خب حالا یه دونه رو برو بگیر هیبیت رو اسپریس چیزش بیا برو حتما من برینه ببینم دماغ برینه دماغ گروه دماغ پی دیوار میکشه دماغ دیوار رو قط میکنه برز بار
من تو نمیکنم، من میگم من خودم دماغم اینجوریه میگم من پساشو دارم، من پاسپورتشو دارم، من اطلاعش دارم که شروط میکنم من خودم بزرگه میگم ما چو پیشی حالا ویدیوهای توی اینستاگرام الان هستن که اینستاگرام من میتونستم یه چند سال دیگه به سایت کورتاپ تبدیل بشه. از این آرزو آلوورا بوده، شکسی آلوورا. ویدیو من دارم شد میگه چیه؟ میگه چیزیه که بهت حس خوبی رو میده. من ژاپنی بلد نیستم ولی از اینجوری فهمیدم. بعد ویپرش شروع میشه. فکر کنم خودتون فهم دیگه، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. خوشگلی هم از ویدیو گفتم که از ویدیو خوشتون باشه. اگر از ویدیو خوشتون باشه ویدیو لایک کن، سابسکرایب کنید، چطور پاک کنید. میشه دوست دارم خوبش رو ببینید. ببین اگر هم نخواست فرصت تکمیل میشه واسه یکیتون این کارا حتما اعتباری نیست که انجام بدید. اگه دوست داشتید، اگه خواستید حمایت کنید ممنون میشم. فدای سر تک تکتون میشم که اگه سابسکرایب کنید، لایک کنید. اگر هم نخواستید میگم بازم فدای سر تک تکتون. خوشگلی دارم خدا نگهدارتون. ویدیو بعدی خدا نگهدار شما.